انشالله الرحمن هم که خیلی سوره تحرم دا چند آیت قرآن پیروز رضا خدای تعالی جل و علا کو بیت فایده و برای مؤمن بخشکید مؤمن که خدا جل و علا چند جوان گاز پیغمبری خود کرد و گاز ملائکت خود کرد و گاز ما اهل مؤمنا ایماندارت کرد خدا جل و علا امر کرد و سوره تایدا یا ایها الذین آمنو یا کسی تا ایمان لقای خدای روز آخرت اینای قو انفسکم و اهلیکم ناران محافظه که نفس خو اهل خو محافظه که آگر جهنمی کب کنن آگر جهنمی دا و آگر که دجواره او امره که خدای تعالی هنگو کرب چاکه و امر جب گینن او شلا که خدای تعالی نه هنگو کرب قرآن اعظم دا لمن عبد نکن نه اهل هنگوش بکد وقودها ناس والحجارت خدا جل علی امر کرد او آگری که طالبید انسان و برا علیها ملائکتون سو آگری ملائکت تای درگوان تای غلازون شدادن طبیعت آن تال ترشه رنگی آن رشه خدای تعالی و راکر روح نهنویت واندا شدتن زخم شدتن سعذاب دانا کافر منافق و مشرکا هیچ دلیان پیانیه لا يعصون الله ما امرهم به امری خدای نکن بر امر بینه و امر خدای خود جل و علا و یفعلون ما یؤمرونه گن او شولاکی که خدا جل و علا امر پیت کد عجله امر خدای تعالی تی نجه دوینده خدا جل و علا چه امر کد در حق کافر دا یا ایها الذین کفروا یا او کسی هنگو خو کافر کره منافق کره مشرک کره هنگو ایمان خدای روز آخرت نه اینای پیغمبر خدای نه اینای کتاب خدای نه اینای لا تعتذروا اليوم عذرا خو نخوازنا اورو خدا جل علا عذرا هنگو قابل ناکد انما تجزون ما کنتم تعملون و نیا جزا بهده دان بهنگو الا جزا عمله هنگو ده دان بهنگو خدا جل علا ظلمل چی کس ناکد دوینده خدا جل علا چه امر که بما ایمان داره ای جماعت بسلمانا یا ایها الذین آمنو یا او کسی هنگو ایمان خدای قاصد خدای اینای روز آخرته توبو الى الله توبتا نصوحا توبه بکن و اگر نه بلقای خدای خود توبه که نصوح راست درست بلقای خدای خود بکن خدای بترسین تقوی خدای بکن انشاءالله خدا تبارک و تعالی و آیت دو مکتا بو ایمان نامکتا فایده که ام خواه گرنه بلقای خدای خود توبه بکن آمین الحمدلله رب العالمین